علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز گرامی، دوستان، هموطنان، ملت شرف تاجیکستان، ملت با آر و باناموس تاجیکستان، ملت با غیرت تاجیکستان، دیروز ما خبر از رادیو آزادی شنیدیم که پلات پایانی تاجیکستان دپوتات ها امروز قرار رئیس جمهوری خودکامه، رئیس جمهوری که امروز خچ رئیس جمهوری قلبکی است، خچ پیشوای ملت اعلام کرده است. اما برای چی پیشوای ملت اعلام کرده است؟ آیا برای که طول 24 سال شد مردم تاجیکستان سوید ندارند، برای این تو پیشوای ملت کردی؟ خطر طول 24 سال شد مردم تو در تاجیکستان مرده است و مردم تو در تاجیکستان نمیرند و مردم تو در روسیه مرده است و مردم تو امروز در روسیه عذاب و مشقت دارد. برای این پیشوای ملت کردی؟ برای ملت چی تو تیاری کردی؟ چی برای ملت چی بهبودی کردی؟ چی بهبودی دید از تو ملت تاجیک که امروز تو خود پیشوای ملت کردی؟ امروز بچه‌های تاجیک یاش در روسیه میمونند، نابود میشوند، از گلو تا پیش ناف بریده میشود. همین از بهبودی برای ملت کردی که امروز پیشوای ملت کردی. پیشوای ملت زیب عمرعلی قوت و خدا رحمت و مغفرتش کنه اون داشت. پیشوای ملت زیب سردار انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان داداجان عطااللهیف، داداجان عطااللهیف زیبنده پیشوای ملت دارد، زیرا که برای ملت امروز کوشش ها دارد، برای ملت امروز حرکت های دارد. امروز ملت هم میخواد به بهبودی بیاره، امروز مردم تاجیکستان هم میگه به بهبودی بیارم. امروز چی بلا رسیده است که یک آدمی که امروز برای مردم تاجیک خائن است و خیانت میکند پیشوای ملت میمونه؟ این نشانه پیشوای ملتی نیست، این نشانه مغلوب کردن ملت است. مردم تاجیکستان به نابودی برده است. انا بیایید امروز داداجان عطااللهیف رهبر انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان را اینا ما بگیم که پیشوای ملت است. این فخر ملت است. این برای یک سوم، برای دنیا، برای زیب دنیا ملت چه نمیفروشد، خود چه نمیفروشد. طول 25 سال شد داداجان عطااللهیف امروز حرکت دارد. امروز جوانهای مبارز پیدا شدند در عوض گدای شرافیدین، صابر ولیوف، سهراب ظفر، نمیدونم جگیور و دیگر غیر برادرها. امروز اینها حسین اشروف و محمد صابر عبدالقادر دیگر شخصیت ها اینا برای بهبودی مردم تاجیکستان در زیر انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان جمع شدند. عبدالملیک عبداللهجانوف یکی از پرزیدنت های سال 94 سال و خواست پرزیدنت شود، پرزیدنت شد، رعیت گرفت، اما از فرار کرد از تاجیکستان به خاطری که بالای اون مشقت آوردند. عبدالملیک عبداللهجانوف امروز با انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان یک جای است، در قوت مردم تاجیک است و مردم تاجیک دوست می‌دارد، با مردم تاجیک است. داداجان عطااللهیف و دیگر شخصیت های امروز پشت پرده است، اونها هم با انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان یک جای میشوند. بیاین برادرای عزیز گرامی با انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان یک جای شیم، وطن ما آباد کنیم، ملت ما آباد کنیم، سرزمین ما آباد کنیم. امروز سرزمین ما احتیاج به روشنفکرا دارد. امروز سرزمین ما، امروز جوانای ما باید تاجیکستانشان آباد کنند، وطنشان آباد کنند. انجمن شما را ندا دارد، انجمن طفلی است که نو پیدا شده است برای آبادی، برای غارتچی‌ها را، دزدها را، قتل کنها را، تهمت کنها را از سر دولت تاجیکستان نیست نابود کند. این است برادرای عزیز گرامی، درهای انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان با سرداری داداجان عطااللهیف و عبدالملیک عبداللهجانوف و دیگر شخصیت ها برای شما خوی است. مرحمت. بیایید برادرای عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.